سلام، من یلدام. اینجا کیفکوک اهوازه و با آموزش بازی بالانس آیس کیوب در خدمتتونم. این بازی خیلی ساده و فانه، برای 2 نفر طراحی شده. یه بازی مهارتیه. تو این بازی ما 2 تا چکش داریم، یه دونه پنگوئن بنده خدا که روی قطعه‌های یخ ایستاده، یه دونه هم گردونه داریم که به ما میگه باید چه کاری انجام بدیم. هر بار توی نوبتمون این گردونه رو میچرخونیم. طبق چیزی که روی این گردونه نشون میده، طبق رنگ این کیوب ها، ما باید با این چکش ها همون تعداد و رنگ کیوب رو با ضربه بندازیم پایین. ممکنه یکی از اینا به ما بگه 2 تا آبی بشکن، یه دونه سفید بشکن، بگه هیچ کاری نکن و حالا رنگای مختلف. کسی که باعث بشه این پنگوئن بنده خدا یخهای زیر پاش بشکنه و بیفته پایین بازنده بازیه. بازی کلا بازی کوتاهیه. هر راندش اگر که خیلی مهارت نداشته باشین ممکن خیلی طول نکشه، سریع ستاپ میکنین دوباره بازیش میکنین. کلا اگر دوست دارید یه بازی انجام بدید که خیلی نیاز به فکر کردن نداره و دوست دارید بیشتر بخندین، به نظر این بازی خیلی مناسبتونه. برای 3 سال به بالا هست، میتونید با خیلی از کوچولوهای توی خونه‌تون هم بازیش کنین. اگر دوست داشتین توی کیفکوک هم امتحانش کنین. منتظرتونیم.